دکتر دستام وقتی میبرم بالا میارم پایین این شونه هام ترخ صدا میخوره، آیا خطرناکه؟ سلام، من دکتر شکویی، دکترای فیزیوتراپی و استوپاتی از اسپانیا. امروز میخوام به این سوالتون جواب بدم. ببینید وقتی دست میبریم بالا شونه صدا میخوره مفصلش، اصلا جای نگرانی نیست اگر درد نداره. بس خیلی مهمه. اگر دست رو میبریم بالا و شونه صدا میخوره اما درد نداره، اصلا پیگیری نکنید، چیز طبیعی، هوای مفصلیه. اما اگه دست میبریم بالا، موقع بالا رفتن صدا میخوره و همراه با درده، اینجا خیلی مهمه. اینجاست که زنگ خطر داره به ما میزنه که باید بریم حتما با یه دکتر فیزیوتراپیست یا دکتر ارتوپد مشورت کنیم، چون اینجا حتما یه گیری هست. باید حتما پیگیر بشیم تا ریشه یابی کنیم، ببینیم مشکل از کجاست. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، خواهش میکنم کانال فیزیوتراپی دکتر شکویی رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید این کانال ما رو. و اگه هر سوالی دارید راجع به بیماری ها و دردهای عضلانی اسکلتی، خوشحال میشم به همه سوالاتون پاسخ بدم.